امروز با شما هستیم با طرز تهیه یک سس مخصوص پیتزا. با چیزهای دیگه هم میتونین سرو کنین. اول یه مقدار ما سیر میریزیم، هر چقدر که سیر دوست داشتید بریزید. ما مقدار کمی میریزیم. بعد 3 الی 4 تا گوجه رنده شده بهش اضافه میکنیم. اینا رو تفت میدیم تا رنگش عوض شه. به همین مقدار که رسید کفایت میکنه. یه مقدار نمک بهش اضافه میکنیم. فلفل سیاه، پودر سیر، پودر پیاز، فلفل قرمز، سس کچاپ 1 قاشق غذاخوری، سس باربیکیو هم همون مقدار. یک قاشق هم بهش رب اضافه میکنیم. یک مقدار هم بهش پودر آویشن اضافه میکنیم.